با افزایش نگرانی‌ها از ابهامات در روند مذاکرات تهران و واشنگتن، بهای نفت بار دیگر روند صعودی گرفته است، به گونه‌ای که صبح روز چهارشنبه در بازارهای آسیایی قیمت هر بشکه نفت خام برنت از مرز $111 عبور کرد. همزمان روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که در ایالات متحده بهای پترول به بالاترین سطح خود از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده است. در اوج نگرانی‌ها از افزایش بهای نفت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست مشترک با چارلز سوم پادشاه بریتانیا با اشاره کوتاه به درگیری در خاور میانه گفت که ایالات متحده در جنگ با ایران خیلی خوب عمل میکند. او بدون نام گرفتن از ایران تاکید کرد که واشنگتن از نظر نظامی حریف خاص خود را شکست داده است. ما از نظر نظامی آن حریف خاص را شکست داده ایم. ما هرگز با آن حریف اجازه نخواهیم داد. چارلز با من موافق است، حتی بیشتر از من. ما هرگز با آن حریف اجازه نخواهیم داد که سلاح هسته‌ای داشته باشد. در حال قیمت نفت در بازارهای جهان افزایش یافته که سعید اروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در نامه به دبیر کل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل نسبت به توقف کشتی‌های ایرانی توسط آمریکا اعتراض کرد. در این نامه ایران بر حق خود برای مقابله با اقدامات آمریکا تاکید کرده و این اقدامات را غیر قانونی دانسته است. ایران همچنین از شورای امنیت خواسته که واشنگتن را به توقف فوری این اقدامات و آزادسازی کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال توقیف شده ملزم کند. دبیرکل سازمان ملل باید اقدامات امریکا در توقیف کشتی‌های تجاری و نفتکش ایران را قویاً محکوم کند. جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بین الملل حق کامل دارد در برابر این اقدامات گستاخانه مقابله نماید. این در حالی است که وزیر مالیه آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی شده بود که با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، توانایی ذخیره‌سازی نفت ایران به حد اکثر ظرفیت خود رسیده است. با این همه ابهام در مذاکرات تهران و واشنگتن و تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی عامل اصلی افزایش بهای نفت و نگرانی در بازارهای جهانی است. آگاهان میگویند که ادامه این وضعیت میتواند به بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای انرژی و تشدید فشارهای اقتصادی در سطح جهان منجر شود.